و رحمت الله و برکاته. دوست عزیز و گرامی، ما سوال کردیم در رابطه با غسل که هنگام غسل انسان دستش به آله تناسلیش اصابت بکنه وضوش چطور میشه و غسل چطور میشه. دوست گرامی، در قدم نخست باید بدانیم که مس ذکر شکننده وضو هست، نه شکننده غسل. به خاطر چی؟ به خاطر که رسول صلی الله علیه و سلم میگه من مس ذکره فلیتوضا، کسی که به ذکر خود دست میبره و ذکر خود لمس میکنه فلیتوضا، باید وضو بگیره. و نصوص در این موضوع زیاد هست و شما خودتان میفهمین. لحاظا مس ذکر شکننده وضو هست، نه شکننده غسل. و کسی که غسل میکنه در قدم اول باید استنجا بزنه، بعد از استنجا بقیه اعضای وضوی خود بشویه، بعد از او تمام بدن خود بشویه و کوشش بکنه در هنگام شستن تمام بدن به ذکر خود دست نزنه، احتیاط بکنه. اما اگر کسی به ذکرش دستش میرسه در هنگام غسل وضوش شکسته، اما وضویی را که در اول کرده بود شکسته، اما غسلش نشکسته، به خاطری که مس ذکر شکننده غسل نیست، شکننده وضو هست. و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هنگامی که غسل خلاص میکردن دوباره وضو میگرفتن. کسی سوال کرد که چرا دوباره وضو میگیری؟ گفت ما یعنی احتمال داره که در هنگام غسل دستی ما به ذکرم خورده باشه، لحاظا ما وضو میگیرم به خاطری که وضو صحیح شود. دوست گرامی، در این مسئله بعضی علما به این قول هستند که مس ذکر در هنگام غسل شکننده وضو هست و شکننده غسل نیست و امی غسل یک انسان برای بجای وضو هم کافی هست، به خاطر غسل طهارت اکبر هست و وضو طهارت اصغر و طهارت اکبر کافی هست و بجای طهارت اصغر کار میده. زیرا الله متعال میگه و ان کنتم جنوبا فطهروا، اگر شما جنوب بدین خود را پاک بسازین. پس وقتی که یک انسان جنوب باشه و غسل بکنه طاهر شود، طاهر که شد براش نماز و تلاوت قرآن و لمس قرآن و دیگه کدام کاری که مربوط وضو میشه همش براش جایز میشه. لحاظا دوست عزیز و گرامی، کسی که در هنگام غسل دست خود به ذکر خود میبره وضوش شکسته است و مناسب برای شمی هست که بعد از غسل وضو بگیره. و طریقه سنت رسول صلی الله علیه و سلم می هست که در اول غسل انسان باید وضو بگیره، اما بعد از غسل وضو گرفتن این در سنت رسول صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اما کسی که وضوش میشکنه دوباره وضو میگیره، مشکل نداره و کوشش بکنیم که دوباره وضو بگیریم، یا که در هنگام غسل اولی که آله تناسلی خود انسان خوب بشویه، استنجای خوب بزنه و دوباره اصلا لازم نیست که لمس بکنه، دوباره دیگه بقیه اعضای خود بشویه و به آله تناسلی خود دست نبره. اگر دست برد غسلش نشکسته، وضوش شکسته است و دوباره اگر وضو بگیره بهتر میشه. ان شاء الله که به سوال شما پاسخ گفته شده باشه. والله تعالی اعلم.